علی خیلی آرومه و مهربان، خیلی، و اصلا تو زندگیش دعوا نکرده، حتی فکر نکرده که دلش بخواد یه نفر رو بزنه، ولی یک بار در زندگیش در میدان منیریه دعوا شده با یکی و 12 ساله داره همینو تعریف میکنه همه جا، چون استثناء بوده در زندگیش این اتفاق. الان هم برای ما هم تعریف. ما 5 تا شیرازی بودیم که در یک خونه 40 متری با هم زندگی میکردیم، نفری حدود 8 متر. آره دقیقاً. بچه‌ها و خانواده بچه‌ها خیلی روی من حساب حالا محبت داشتن به من و روی من حساب می‌کردن، تا اینکه 2 تا از دوستام دعواشون شد توی این مسیری که از اون چهارراه ولیعصر تا منیریه برن. یکی از بچه‌ها یه نگاهی میکنه به بچه‌های مدرسه البرزم بود، خب معروف بود مدرسه البرز. منم اون موقع موهام فرفری بلند، ابعادش اینجوری بود، از اینجا رشد می‌کرد، ریشام هم همینطور. چی بود از آره اصلا یه چیز، آره یه چیز عجیب غریب. دیدم که یکی از دوستان اومد گفت که علی بیا دعوا شده و دارن میزنن 2 تا از دوستای منو. بعد منم فقط دویدم ببینم که چه خبره. دیدم که نه اصلا حال دوستان بده و اینها. من اون پسره رو ناخودآگاه، چون که اصلا خودم هیچ وقت واقعا دوست نداشتم دعوا کنم، من چسبوندم طرفو به دیوار، گفتم که فکر کردی لات بازی خیلی مثلا کار خاصی میخوای الان برات لات بازی در بیارم؟ یارو گفت نه آقا. از اون آره یعنی اون منم بودم گفتم نه آقا. بعد گفت نه آقا من اشتباه کردم، من عذر میخوام. بعد بچه‌ها به من گفتن که تو چرا نزدیش، تو بعد میزدیش این ما رو اینجوری. گفتم که صبر کن. خدا شاهد یه هفته بعد دیدم که با یه سری از دوستاش با گل و شیرین اومدن دم هنرستان. من بودم هفته بعدش با غذا میومد گل و شیرینی که اصلا